به نام خدا. رسانه آخر زمان تقدیم می کند نکیر و منکر یا بشیر و نذیر در شب اول قبر با انسانها چه می کنند؟ شب اول قبر، شبی که برای هر انسانی سخت‌ترین تجربه در عمر اوست. وحشت و تنهایی، تنگی و تاریکی و سرمای درون قبر. همه ما چه برامون خوشایند باشه یا نه باید یک روز شب اول قبر رو تجربه کنیم. تجربه‌ای بسیار سخت و دردناک. در این ویدیو قصد داریم طبق روایات احوالاتی که انسان در شب اول قبر تجربه میکنه رو برای شما بازگو کنیم و اعمالی که نکیر و منکر به عنوان دو مأمور الهی بر سر انسان میآورند. پس سلام، به کانال آخر از زمان خوش آمدید. لطفاً قبل از دیدن ادامه ویدیو کانال آخر از زمان رو سابسکرایب کنید. هر روز ویدیوهای جذابی براتون آپلود میکنیم، پس در کنار ما باشید. سختی جان کندن و حسرت از دست دادن دنیا به دنیا پرستان هجوم می آورد. بدنها در سختی جان کندن سست شده و رنگ باختن. مرگ آرام آرام همه اندامشان را فرا گرفته. زبان را از سخن گفتن باز می دارد و او را در میان خانواده‌اش افتاده با چشم خود می بیند و با گوش می شنود و با عقل درست می اندیشد که عمرش را در پی چه کارهایی تباه کرده است و روزگارش را چگونه سپری کرده. به یاد ثروت‌هایی که جمع کرده می‌افتد، همون ثروت‌هایی که در جمع کردن آنها چشم بر هم گذاشته و از حلال و حرام و شبهناک گرد آورده است. اما اکنون گناه جمع آوری آن همه بر دوش اوست که هنگام جدایی از آنها فرا رسیده و برای وارثان باقی مانده است تا از آن بهره‌مند گردند و روزگار خود را بگذرانند. و عجب لحظه سختی، لحظه دلکندن از خوشی‌ها و اموال دنیایی. شخص در حال احتضار و در حال جان دادن چیزهایی را می‌بیند که با چشم دنیوی قابل مشاهده نیستند. از جمله آنها فرشتگان خداوند و همچنین فرشته مرگ حضرت عزرائیل را می‌بیند. اگر شخص در حال مرگ انسان با ایمانی باشد، فرشته مرگ با چهره خندان به سوی او می‌آید. و اما در غیر این صورت فرشته مرگ با چهره‌ای وحشتناک خود را بر شخص ظالم نمایان می کند. شخص همچنین ائمه و پیامبران و پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مشاهده می کند، اما غافل از این که زبانش بند آمده و نمی تواند اینها را برای کسی بازگو کند. با همه اینها زمان جدایی فرا رسیده. انسان با هزاران سختی جان می دهد و حال وقت سپردن او به خاک است. خاکی که بوی غربت و تنهایی می دهد. در سخت‌ترین شب عمرش دو فرشته به نامهای نکیر و منکر یا بشیر و نذیر بر او وارد می شوند. نکیر و منکر از میت سوالاتی دارند. جواب این سوالات آسان است، اما میت قادر به پاسخگویی نیست، گویی زبانش نمیچرخد و به لکنت افتاده. در شب اول قبر دو فرشته که ماموران بررسی اعتقادات شخص تازه درگذشته هستند وارد قبر او میشوند. در برخی روایات از این دو فرشته به نام دو نگهبانهای قبر تعبیر شده است. یکی در جانب راست و دیگری در جانب چپ متوفی قرار میگیرد و شروع به پرسیدن سوالاتی از او میکنند. چنانچه فرد کافر یا گناهکار باشد، آن دو ملک با چهره‌ای وحشتناک بر او وارد میشوند و پس از آشکار شدن باطن میت و خباثت او با عذابی شکننده از ناحیه آن دو ملک که نکیر و منکر نام دارند مواجه خواهند شد و قبر آن افراد کافر پر از آتش خواهد شد. اما چنانچه آن فرد با ایمانی بوده و تقوای خدا را رعایت کرده باشد، با کمک و لطف اولیای الهی میتواند پاسخ سوالات این دو ملک را از عمق جان و روح خود بدهد و آن دو ملک با چهره‌های دلربا که بشیر و مبشر نام دارند به او بشارت بهشت داده و قبر او را با نعمت‌های الهی گسترش میدهند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که بدان نخستین چیزی که آن دو فرشته از تو سوال می کنند از پروردگاری است که می پرستیدی و از پیامبری که به سوی تو فرستاده شده و از دینی که به آن پایبند بودی و همچنین از کتاب آسمانی که آن را می خواندی
و از امامی که ولایتش را پذیرفته بودی از تو سوال خواهد شد. سپس از عمرت سوال می کنند که در کدام راه صرف کردی و از اموالت که از کجا آوردی و در کجا مصرف کردی. ای انسان، جانب احتیاط را نگه دار و درباره خود بیندیش و قبل از آزمایش و سؤال و امتحان پاسخ خود را آماده کن که اگر با ایمان و متقی آگاه به دین و پیرو صادقین و تابع اولیای خدا باشی، خداوند پاسخ لازم را به تو تلقین می کند و زبانت را به حق می گشاید. اما اگر تو انسان ظالمی باشی، زبانت نمی چرخد و به لکنت می افتد و دلیلت باطل می شود. بشارت آتش به تو داده خواهد شد و قبرت گودالی می شود از گودالهای دوزخ. انسانی که در دنیا حدود الهی رو رعایت کرد و زندگی خودش رو بر مبنای انسانیت و دین اسلام قرار داد، در نهایت وعده بهشت به اون داده میشه. اون فرد جایگاه خودش رو در بهشت میبینه و شوق رسیدن به اون رو داره. و اما اگر غیر از این باشه، حساب اون فرد بسیار بسیار سخت خواهد شد. جایگاه ابدی خودش رو جلوتر در آتش دوزخ خواهد دید و جایگاهی که به گفته خود خداوند متعال در قرآن کریم بسیار عذاب‌آور و دردناکه. امیدوارم همه ما از پیروان راه اهل بیت علیهم السلام باشیم و توی زندگی خودمون طوری رفتار کنیم که بهشت رو برای خودمون خریداری کرده باشیم و به بالاترین درجات کمال الهی برسیم. وعده ما بهشت ابدی انشاءالله. لطفاً نظرتون رو برای ما کامنت کنید. اگر از تماشای ویدیو لذت بردید، لطفاً کانال آخر از زمان رو سابسکرایب کنید. هر روز ویدیوهای جذابی براتون آپلود میکنیم، پس در کنار ما باشید. آخر از زمان، تلنگری برای همه.